سلام به اسپایدر شو خوش اومدین. و امیر رضا اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم با هم تریلر سوپرمن رو تماشا کنیم. اوه خب دیگه بریم ببینیم. پلی کن. سوپرمن ناشلاه شده. سوپرمن برف چیکار میکنه؟ او کلارکو من رفتم صدا نداره، الان فهمیدم صدا درد کشیدنه. موزیک سوپرمنی با گیتار الکترونیک. چه دیالوگ نداره تریلر. Crypto. Home. Take me home. جلوه‌ی ویژه سگی یه جوری نیست؟ دیدی سگ شما من؟ Superman. رابط سنگینه. مای گاد. خب به نظر چطور بود؟ هم لکسوتر رو نشون داد، هم کریپتو رو نشون داد، هم حتی لوئیس فکر کنم بود دیگه. ایشالله من زیاد آره لوئیس بود. آره لوئیس بود. آره اول تصمیم شد دیالوگ نداره، ما اشتباه دارم. چرا همه رو نشون داد؟ هر چی بود احساس کم نشون داد. جلوه‌ی ویژه یکم کار داشت. یکم اون لباس سوپرمن مسخره نبود. یه جوری بود نمیدونم. احساس کم هنری کویل ابهتش بیشتر بود. کلا من آف استیل رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب حالا باید ببینیم فیلم چی میشه دیگه. جیمز گان 6 ماه وقت داره که جلوه‌ی ویژه‌شو بهتر کنه. دقیقا 6 ماه وقت داره. 6 ماه نه 6 ماه 6 ماه این لاباتو قنچه میکنه 6 ماه. ولی تریلر یکم احساس میکنم که بهتر هیجان انگیزتر باشه. چی ما ببینیم فیلم چی میشه دیگه. حالا من زیاد راضی نبودم، برعکس نبودم، ولی خب ببینیم فیلم چی میشه. من نمره 4 میدم. 1 2 من لکسوتر که ویلن اصلی نیست. چرا لکسوتر رو تو من نشون دادی؟ کله کچل لکسوتر یه جوری نبود. میگه حتی انقدر وضعیت هست جلوه ویژه اونم بعد جلوه ویژه کله کته. کلش یه جوری بود. حالا کاری نداریم، چیکار کنیم؟ ببندیم ویدیو رو. من آخر حرف رو بودم در مال همه 6 ماه وقت داره. با انتظار داشتم الان بهتر که بگم واو چه تریلری، ولی من الان تریلر دوم نوبای هم یاد بیاد، من الان انتظار داشتم اونجوری باشه. خب لایک و ساب فراموش نشه. امیررضا حرفی؟ بریم دیگه، بریم خونمون. زد تو ذوقمون جیمز گان که بریم. خداحافظ. خدافظ.